درود بر شما. من بهداد بهزادی هستم، رهبر، آهنگساز و نوازنده موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی اندیشه ورزانه ایرانی، یا به عبارتی موسیقی فاخر ایران زمین. راجع به چگونگی ساخت و زمان ساخت اثر برای آزادی باید بگویم که این اثر، دقیقاً بخوام به شما بگم، 2 سال قبل از وقایع سال 88 که در کشورم اتفاق افتاد نوشته شد. قبل از این که مجید رضا رهنوردها، نداها، مهساها، نیکاها در خیابان به قتل برسند. یک خواستی داشت ملت ایران که همچنان هم در گیرودار آن هست و دارد برایش مبارزه می کند. این خواست قبل از، عرض کردم، شاید سال 86 من موفق شدم قبل از اینکه مردم این خواستشون رو در خیابان به فریاد نشون بدن، من اون رو به گوش دل شنیدم. و طبیعیه مثل هر هنرمند متعهد دیگه که متعهد به منافع ملی کشورش هست و برای و آرزویی ندارد جز رفاه مردمش، سرافرازی کشورش و سربلندی مردمش، طبیعیه که آن صدا و آن چیزی که جامعه میخواست قلب من رو هم به درد آورد و حاصلش شد این قطعه‌ای که میشنوید که اسمش خب طبیعی میشه برای آزادی. یعنی مهمترین چیزی که ملت من میخواست و برایش همچنان در حال نبرد با اهریمن است. و زیاده از این دیگر سخنی نیست.